کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 7 ایول سال 2022 در قلمرو جمهوری باز دو حادثه غرق شدن شهروندان از جمله یک کودک ثبت شده است. بنا به این منبع شب 7 ایول ساعت 21:00 دقیقه به قسم نوبتداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر دادند که در روز دوشنبه نزدیکی مرز سفدای یاور جسد در آب نمایان شده است. نجات‌دهندگان کمیته از ریاست دوشنبه به جای حادثه رسیدند و جسد یک مرد ظاهراً 35-40 ساله را از آب بیرون آورده به مقامات حفظ حقوق سپردند. شخصیت جسد و سبب‌های مرگ او تحقیق می‌شود. حادثه ناخوش دیگر ساعت 6 بیگاه 7 ایول در قلمرو نویه رودکی به قید گرفته شد. بنا به معلومات شعبه کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در نویه رودکی یک نابالغ از دهه استقلال یک جماعت میرزا ترسونزاده این نویه هنگام آببازی با دوستانش در دریای کوفرنیان غرق شده است. این پسر بچه 12 سال داشته است. جستجوی جسد پسرک تمام روز ادامه داشت ولی بی نتیجه بود. از صبح 8 ایول کوفتکوب از جانب نجات‌دهندگان کمیته از سر گرفته شد و هنوز ادامه دارد. بنا به آمار کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از اول سال 2022 در کل دریاهای تاجیکستان الکی بیش از 70 نفر غرق شدند. بیش از نصف قربانیان را نابالغان تشکیل میدهند. سال 2021 در تاجیکستان 155 نفر از جمله 75 نابالغ غرق شده بود.